سرمایه را بر کجا روانه کردن؟ سرمایه را بر رشد انسانی. تو در کجا سرمایه را روان کردی؟ در KGB، در NVD، در بانک های دامادات. من برنامه قبلی گفته بودم که پول های این ملت کجا می شود. ما در کدام عصر زندگی کرده ایم؟ چند سال شد ما در این باره گپ زده ایم، سپارش دادیم ما. ولی تو قوای برق نداری. تو کجا چند سال شد میگوی ما گپ زدیم سپارش دادیم؟ او جلال رحمانوف، حالا تو قوای برق برای مردم نمیتی؟ تو از کدام پیشروی، از کدام ساحه گپ میزنی؟ باور کن که کورن همین کسایی که در همون تالار نشستن، یک کس نمیگه آی رحمانوف، آی به خدا قسم، آی رحمانوف، آی جناب بگوش بگذار، پیشوا بگوش، اساس گزارش بگوی. در منطقه‌ای که من زندگی میکنم آقای رحمانوف، حالا ما مکتبی درست نداریم، ما چگونه از پیشروی معارف گپ میزنیم؟ کادر جوان، کادر ساحه استقلال، کادر متخصص جوان از کادر ساحه کمونیسم، از کادری که 70 سالش است فرق میکنه. ما باید این را قبول بکنیم. ولی تو خودت چون در اونجا یک پرازیت هستی، چون جامعه را پیش بردن نمیتونی، موتورت کلید شدگی است، مسئله زیاد میخوری، دیگر کار نشوی، همی دیگر فایده نداره که عضو بدن او نقلیات تعمیر بکنی. حالا از 150,000 تن اصلاحی ما بنیاد معارف ملی وارد گردیدن با فضای تحصیلات بین المللی را هدف مهمترین و سمت افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت و حکومت مملکت قرار داد. زیرا ما چنین میشماریم که بنیاد ملت از معارف آغاز می‌یابد و غمخواری نسبت به معارف سرمایه‌گذاری برای رشد نیروی انسانی و آینده آباد دولت و وطن میباشد. به معارف یگان ساحه رشد نمی‌کند. من میدانم از اول سیاستی من میدانید آن. کدام سیاست آقای رحمانوف؟ بلیاز خدا، سیاستی تو همونی که زن و کودکا را از مکتب و از باغچه و از دانشگاه و دانشکده میبرن برای آمدن تو ماها رقص باز میکنن، همین از سیاست. از معارف گپ میزنی. برای من یک متخصص، یک وزیر، یک رئیس، یک دپوتات، یک نمیدونم هر شاخه دیگه نباشه، یک متخصص پیشنهاد کن. کدام معارف؟ سیاستی ما را شما خوب گویا یک راهبری ما داریم که بسیار یک راهبری معارف پرور است، از لحاظ علم، دانش، سواد، زیرکی سیاسی خیلی حرفه‌ای است و در مسئله معارف بسیار بسیار کار میکنه و بهترین متخصصایی که از ساحه معارف بلند میشه رئیس و وزیر میشه. همین خیلی است. آقای بلیاز خدا، من بارها تکرار میکنم، و رئیس علاقه، وزیر کارهای خارجی، وزیر کارهای داخلی، خب وزیر معارف پیشینه است، امروزش، فرداش، گذشته است، همشه. کدام اینها معارف پرور هستند؟ کدام اینها داننده علم خود و ساحه خود هستند؟ بک صبور، رئیس خدمات علاقه، در تجارت خانه سازی مشغول است. این که جنایت هست. مگر تو همین قدر فهمیش داری؟ همین از ساحه معارف پروری تو. نوریدین رحمانوف او لاتوکوبزاتی است، نمیدونم چی میگه، یک گپای چرت و پرت داشت. همین از ساحه معارف پروری تو. در پیام سالانه مردم انتظار خیلی حرفای حرفه‌ای هستند. در پیام سالانه مردم انتظار هستند که رحمانوف پرزیدنت تاجیکستان چی نوآوری، چی تغییرات، چی پیشروی، چی گپ‌های نو میگه. اما این مردک خوب اشوله میگه. گویا امام علی رحمانوف یک انسان خیلی فرهنگی است و در مسئله معارف بسیار پافشاری میکنه. گذاشتن نوردین سعیدوف همچون یک وزیر معارف و علم خودش تجاوز در حق معارف بود. این خودش تحقیر در حق معارف و علم تاجیکستان بود. تو کجا از معارف گپ میزنی؟ زنها و خواهرها و مادرها را بردن ماها از ماه ایول، اوگوست، سپتامبر در میدانچه ورزشی، میدانچه مرکزی با مشراف که برای استقلالیت، برای وحدت، برای پیشواز رحمانوف مشق و تمرین کردن. این خودش نشانه نبودن معارف است. این خودش تجاوز در معارف است. تو چی اشولا میخونی؟ چی مردم فریب میکنی؟ تمام مردم تاجیکستان را بردن در مکتب‌هاش نادن جلسه مرا گوش بکنه. من یک انسانی خیلی معارف پرور هستم، شما سیاست مرا درشت میدونه. اوی کدام معارف، کدام سیاستی تو؟ برای ساحه معارف چی کاری را انجام دادین شما؟ من صدها تا مکتب ریختگی،
صدها در مکتب به برق، صدها در مکتب به راه، صدها در مکتب به آب و به تجهیزات‌های درسی برات پیشنهاد میکنم که حالا هم در عصر 21 در بعضی از مکتب‌ها یک کامپیوتر نیست. کدام علم و تکنولوژی میگی تو؟ قوه برقی درست ندارن، مردم در تاریکی شم درس میخونن، تو چی رو سیاه میکنی؟ چی دروغ میگی؟ تکنولوژی و متخصص و نمیدونم دهنت گپ نمیگه، کی رو فریب میکنی؟ خیلی مردم گوبی صوب کردین در این ملت دیگر شخصی گویا با فرهنگ نبود است که یک نفری خیلی معارف پرور است. سیاست ما را شما درست میدونین، من خیلی مسئله را میبینم. کدام مسئله را؟ ساحه معارف تا یک بار نظر کن، پر از فساد است. وقتی در وزیر معارف سوال میتونن که چرا در تمام جانب فقط فسادکاری در ساحه معارف است، میگه در ساحه معارف کار زیاد است. به او خاطر این تحلیل و فکرانی یک وزیر است. با جای بگه که خب بله شاید چنین باشد، اما ما در این مسئله جدی کار میگیریم. نباید یک معلم دست به فساد بزنه. در یگانه از نمیدونم بخشی که در اونجا اگر فساد رونق میوبه، پس از بین رفتن او سیستم است، این معارف است. در معارف نباید یک درم باید در اونجا فساد صورت نگیره. به خاطر علم با پول خریدن نمیشوه. خود دکترهای شما، پروفسورهای شما رفتن خریدن دکتر و نامزد علم شدن، هر روز همون رسانه های خارجی براتون نشان میتیه. ولی این نفر دعوای یک انسان خیلی فرهنگی داره و من در سیاستم میگه بسیار جدی مسئله را میبینم. بسیار. دوستان عزیز، ژاپن هم آباد شده است، سنگاپور هم پیشرفته شده است، کره جنوبی هم وی کرده است، همش از حساب دیگر دولت های پیشرفته. من پایانتر نیستم میگذارم. حساب چی؟ سرمایه را بر کجا روانه کردن؟ سرمایه را بر رشد انسانی. تو در کجا سرمایه را روان کردی؟ در KGB، در NVD، در بانک های دامداد. من برنامه قبلی گفته بودم که پول های این ملت کجا میشود. صبح هر یک بانکی که در تاجیکستان فعالیت میکنه، نتبانک، بانک ملی، چیکار میکنه؟ $100,000 برای بانک ها میتیه، برای بیقرب نشدن پول در گردشدن اسعار. خب بعد 2 ساعت برای گو که پول دلار میخوام، در اونجا دلار نیست. از اون بانک ها توسط آبشارید میرود لای آب میشود، پول میره خارج. برای چی؟ برای که ما باز هم ذکر کنم که بانک ها کی است؟ خب بانک بین المللی هم در گذشته گفتم که اشرف دامادی رحمانوف، الف سرمایه دامادی رحمانوف، خب بانک رشدی تاجیکستان تخمینا، سپیتامین بانک دامادی شوی آزاده جمال الدین، بانک حسن اسدالله زاده را میدونین. یعنی این همه پول در اونجا آبلای میشود. چند روز پیش یک مقاله خوندم، امریکا در 30 سال دولتداری رحمانوف نیا کنید با چند با مبلغ $1,800,000,000 کمک برای تاجیکستان فقط کرد. 1 میلیارد پولی کم است. در 1 میلیارد میدونه که در یک کشور چقدر زواد و کارخانه و فابریکه ساخته می شود. این پول کجا می شود؟ $1 میلیارد، $1,800,000,000، قریب $2 میلیون فقط امریکا برای این ملت کمک کرده است. فقط امریکا. دیگر سازمان ها و شرکت ها و نمیدونم دولت های خارج، روسیه، خیتای، ایران، این کشورها میلیون ها کمک کرده. این پول ها کجا می شود؟ من فقط یک کشور برای شما مثال میارم که یکی از کشورهایی است که دنیا را کنترل میکنه. خیتای پولی کم سرمایه گذاری نکرد در تاجیکستان. این پول ها کجا می شود؟ این نفر گویا یک انسان خیلی معارف پرور است. خب به معارف یگان قدم پیش رفته نمیتوانیم. به معارف، به رشد ساحه معارف. سطح دانش و کسبیت آموزگاران در همه زمینه‌های تحصیلات، بخصوص آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، تکمیل اختصاص بازآموزی و تربیت آموزگاران جوان بلند اختصاص و به طلبات زمانه جوابگوی در همه زمینه‌های تحصیلات اعتبار اولین درجه.
در رابطه با این به وزارت معارف و علم سپارش داده می شود که برای آماده کردن آموزگاران فنهای ریاضی دقیق و طبیعی با زبانهای خارجی در دانشگاه‌های رویه آموزگاری گشادن شعبه‌های علاوه را پیش بینی نماید. عموما ضرور است که تعلیم زبانهای خارجی مخصوصاً روسی و انگلیسی در تمام فاکولته و شعبه‌های مکتب‌های آنها زبانهای خارجی هر یک آموزگار ما در کدام عصر زندگی کرده ایم؟ چند سال شد ما در این باره گپ زده ایم، سپارش دادیم ما. ولی تو قوای برق نداری، تو جا چند سال شد میگوی ما گپ زدیم سپارش دادیم. او جلال رحمانوف، حالا تو قوای برق برای مردم نمیتی، تو از کدام پیشروی از کدام ساحه گپ میزنی؟ باور کیو که کورن همین کسایی که در همون تالار نشستن یک کس نمیگه آی رحمانوف، آی به خدا قسم، آی رحمانوف، آی جناب بگوش بگذار، پیشوا بگوش، اساس گزارش بگوی. در منطقه‌ای که من زندگی میکنم آقای رحمانوف حالا ما مکتبی درست نداریم، ما چگونه از پیشروی معارف گپ میزنیم؟ چقدر شرم نمیکنن در روزی روشن در روپروی دوربین 9 میلیون 10 میلیون راست میمونن که تماشا بکن دروغ میگه. من جدی میبینم، خب جدی در مسئله معارف من جدی میبینم. یعنی نفری خیلی فرهنگی از دک، خیلی فرهنگی، هم یک حرفه یک در سیاست، یک نفری خیلی مهم، خیلی عقل و دانش و سواد و سخنرانی و نمیدونم استتیکش و اتیکش، اما این خیلی آدمی فرهنگی است که بالای معارف بسیار نظر میکنه. او بچه، اوی مردک خوب، به خدا قسم از معارف بوی نمیبری.